بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند: من استيقظ من الليل و ایقظ امرأته فصلیا ركعتين جميعا كتب من الذاکرین الله كثيرا والذاکرات. گفتند که هر مردی که از خواب خیزد در نیم شب و اهل خود را یعنی عائله خود را از خواب بیدار کند، پس هر دویشان وضو گرفته 2 رکعت نماز بخوانند، از جمله آنهای نوشته می شوند در نزد الله که الله را زیاد ذکر می کنند از مردان و زنان. و در دیگر روایت آمده است که الله رحم کند مردی را که شب از خواب می خیزد و 2 رکعت نماز می گذارد، یعنی نماز تهجد، و زنش را خانمش را از خواب می خیزاند و اون هم همراهش 2 رکعت نماز می خواند. یا رحم کند الله به زنی که از خواب می خیزد نیم شب وضو گرفته 2 رکعت نماز می خواند و شوهرش را هم بیدار می کند و آن هم 2 رکعت نماز تهجد می خواند. و در دیگر روایت وارد شده است که اگر آن مرد یا زن از خواب خستن بر آنها دشوار باشد، از خواب نخیزد، می تواند شوهر یا زن بر روی یکدیگر آب پاشند کمی تا اینکه از خواب بیدار شود و 2 رکعت نماز بخوانند، تا اینکه از جمله آنهای نوشته شوند که الله را زیاد ذکر می کنند، از جمله مردان ذکر کننده و زنان ذکر کننده که الله را زیاد ذکر می کنند. الله ما را از جمله آنهای بگردان، در زمره آنهای نوشته کن که والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، که در قرآن وصف آنها آمده است که الله را زیاد ذکر می کنند، از جمله مردان ذکر کننده و زنان ذکر کننده. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.